با سلام و وقت شما بخیر. به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. منابع خبری میگویند این رویدادها همزمان با اعلام ارتش کویت درباره مقابله سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات پهپادی رخ داده است. ارتش کویت مدعی شد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با پهپادهایی است که آنها را منتسب به ایران دانستند. همچنان برخی رسانه‌های عربی گزارش دادند که پایگاه هوایی علی السالم در کویت هدف حمله قرار گرفته و صدای انفجارهایی از اطراف این منطقه شنیده شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با یک توافق هسته‌ای 30 ساله با عربستان سعودی موافقت کرده است. بر اساس این گزارش این توافق زمینه همکاری شرکت‌های آمریکایی در توسعه برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی عربستان را فراهم می‌کند و احتمال ایجاد ظرفیت غنیسازی اورانیم در این کشور نیز در آن پیش بینی شده است. وال استریت ژورنال گفته است ارزش این توافق 10 میلیارد دلار برآورد می شود و شامل سازوکارهای برای نظارت بر استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای خواهد بود. قرار است این توافق از سوی کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی امضا شود. ایران و امریکا در 11مین شب جنگ بار دیگر پایگاه‌ها و مراکز نظامی و تسلیحاتی یکدیگرشان را بمباران کردند و آتش جنگ همچنان در خاورمیانه شعله‌ورتر باقی مانده است. ایالات متحده از هدف قرار 19 نقطه در ایران خبر داد و گفت که در تمام این حمله‌ها مرکزهای تسلیحاتی و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. همزمان با این پت هگست وزیر جنگ امریکا اعلام کرده است که دونالد ترامپ قصد ندارد مانند جنگ‌های طولانی مدت عراق و افغانستان درگیری‌های فرسایشی گرفتار شود و در قبال ایران نیز از چنین رویکرد پرهیز خواهد کرد. با گفته وی سیاست امریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز است، نه تغییر نظام یا ساختار اجتماعی این کشور. Iran is at the weakest point militarily it has ever been in the past decade. من میپذیرم که آنها همچنان برخی توانایی‌های نظامی را در اختیار دارند و در این موضوع تردیدی نیست، اما در جریان عملیاتی که انجام داده ایم آنقدر به آنها آسیب وارد کرده ایم که ایران اکنون در ضعیفترین و بدترین وضعیت تاریخ خود قرار گرفته است. در سوی دیگر پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حملات امریکا بر بخش‌های از ایران در 11مین شب متوالی، ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده است که با استفاده از پهپاد پایگاه‌های امریکا در کویت را هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش این کشور آمده است که در مرحله 21 عملیات خود انبارها و مهمات تجهیزات لوجستیکی نیروهای زمینی امریکا در پایگاه الهدى در غرب کویت را با پهپاد انهدام هدف قرار داده است. ایران میگوید که در صورت حمله به سایت‌های هسته‌ایش مرکزهای هسته‌ای امریکا را نشان خواهد گرفت. ما به ترور پاسخ هموزن خودش خواهیم داد. یه پیام خیلی روشن هم به دشمن بدیم و اون این هست که ترور بکنید ترورتون میکنیم، برای اینکه اونا بدونن بزن در روی تموم شده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا ایران حمله‌هایش بر ضد آمریکا و متحدانش متوقف خواهد کرد یا خیر، تهران با عجله و اشتیاق فراوان خواهان مذاکره است، در حالی که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. Why do you know something that I don't know? Well, they continue to attack our allies and You kill don't know what Americans. the dialogue is behind the scenes. تو از گفتگوهایی که پشت پرده در جریان است هیچ اطلاعی نداری. آنها به عجله می‌خواهند با ما دیدار کنند و به جنگ پایان دهند چون به شدت ضربه خوردند، اما تو این واقعیت را درک نمی‌کنی چون فقط بر رسانه جعلی خود گوش می‌دهی. تو نمی‌دانی، تو از هیچ چیز خبر نداری. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary. مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که آنها درباره مذاکرات جدی نیستند. اگر آنها جدی باشند ما هم جدی خواهیم بود، اما اگر جدی نباشند برای حفاظت از منافع خود و همچنان منافع متحدانمان هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد. این اظهارات در حال مطرح می شود که قطر حمله‌های پسین ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرده و این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای یاد شده دانسته و تهدید جدی برای امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و تامین انرژی جهان به شمار می رود.
گزارش ها از تغییر مسیر دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از اعلام محاصره دریایی بنادر این کشور از سوی انصارالله یمن حکایت دارد. بر اساس این گزارش ها این دو نفتکش مسیر خود را در دریای سرخ تغییر داده و با دور زدن این منطقه به سمت کانال سوئیز حرکت کردند. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفته که نیروهای مسلح یمن از اجرای محدودیت دریایی برای کشتی‌های عازم بنادر عربستان خبر دادند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره تأثیر این تصمیم بر روند انتقال نفت و کشتیرانی در منطقه منتشر نشده است. پلیس دهلی نو راهول گاندی رهبر حزب کنگرس هند و پریانکا گاندی عضو ارشد این حزب را در جریان یک تظاهرات اعتراضی بازداشت کرده است. این اعتراضات در نزدیک اقامتگاه نخست وزیر هند برگزار شد و در پی افشای سوالات امتحان کنکور طب سال 2026 و اعتراض به برخورد پلیس با دانشجویان شکل گرفته است. معترضان با راهپیمایی به سوی اقامتگاه نخست وزیر خواستار پاسخگویی حکومت و استعفای وزیر آموزش هند شدند. مقام‌های هندی تاکنون درباره جزئیات بازداشت رهبران حزب کنگرس و خواسته‌های معترضان توضیحات بیشتری ارائه نکردند. این بود خبرهای این ساعت از یک. سپاس از توجهتان.